داخل این ویدیو ما چند تا چیز نامشخص داریم و من و بچه‌ها باید حدس بزنیم که اونا چی هست و آیا ببینیم میتونیم اون چیزا رو پیدا کنیم یا نه. پس بی معطلی برو بریم. برای قسمت اول ما موی چند تا بازیکن رو داریم. خب من یه بازیکن آوردم و موهاشو کراب دادم. آقای محمد از اونجایی که شما فوتبالیست هستید تا ببینم میتونید تشخیص بدید. مامان 3 تا راهنمایی موهاشو نه اولین بازیکن سون بود و همینطور که ببینید بازیکن دوم ایشونه که خیلی دیگه واقعا تابلوه. آریا تشخیص بدید کیه؟ معروفه او میشناسیشه. در حال حاضرش نمیگرد رئال مادرید. شما دوتا الان تبدیل به یک تیم میشید. برای بازیکن سوم 2 نفر یک تیم میشن و باید همزمان که با هر دوتاشون این بازیکن کیه؟ تو باید رسم کنید تو هم باید اگر یکیتونم درست بگید کیه؟ محمد صلاح. خیلی ایزی بود. کی واقعا موش همیشه اینطوری بوده؟ بریم سراغ دومی یعنی ماشین. بهتون بگم که یکی از ماشینایی که قراره انتخاب کنم چه مورد علاقه‌مه. بچه‌ها اینه. اینا 2 تا انتخاب دارن. انتخاب اول اینه که میتونن با هم تیم شن. انتخاب دوم اینه که میتونن حریف باشن تیم بشن. بچه‌ها اینه. خب BMW چی؟ سفیدش هم آوردم چون سفید دوست. نه. خب اولین حدسی تو زدی. گفتم فقط 2 تا حدس داریم. M6 از داخل تیمی منفی 2 امتیازی و من 1 امتیاز. بچه‌ها تیم می‌خواید بشید یا هم تیم بشید؟ 7 اسم. خب ما همونطور که می‌بینید 2 تا ظرف داریم. داخل این غذا و داخل این حالا توضیح میدم. دوباره سوال می‌کنم. می‌خواید تیم باشید یا جدا جدا بشید؟ یه حالت زرد و برنجی نیست. ماکارونی هم هست. برید دو کنید. بچه شما هم از پشت دوربین داخل خونه و حتما حد بزنید و حساتون رو داخل کامنت ها بگید. بچه آریا یه چیزی گفت که من میگم به نظرم اول محمد بگه. اشتباه. کوبیده است. گوشت کوبیده. نه گوشت نیست. جوجه. یعنی یه چیز کوبیده. همین. خاک تو سرتون. سیب زمینی کوبیده دارم میگم یه چیز کوبیده زری پوشی سه. به من غذا نیست. نه خوشمزه است. حالتهای عادی میخورن. تایم تعیین شده ای نداره. نه میوه است نه غذا. از یک چیز به یک چیز دیگه تبدیل میشه. بمونه نیست و وقتی که میخریش برای اینکه بخوری باید از جامد به مایع تبدیل بشه. پوشیدنیه. سوپرمارکت هم داره. آریا یه حرف گفتم خیلی واضحه. گفتم معمولا آخر شبا برای مواقع ضروری میخورن. چای؟ نسکافه. راست میگی. نه خیلی نزدیکه. هات چاکلت. من هم شیر داغ میشم. من واقعا ندیدم کسی هات چاکلت بگه شیر داغ. اصلا شیر نیست شکلات داغه. شکلات داغ. آقا محمد الان بردی یا 0 محمد 1. بریم برای قسمت بعدی. به عنوان قسمت سوم باید آهنگ بخونیم. یه نفر آهنگ میخونه و اون 2 نفر دیگه باید حدس بزنن که اون چه آهنگیه. ولی اون فردی که آهنگو میخونه باید زمزمش کنه. طبق معمول همیشه ما هر کی تک بیاره اون آهنگو زمزمه میکنه. محمد آهنگ ایرانی میخوای زمزمه کنی یا خارجی؟ محمد جان داداش بگم آهنگ ایرانی میخوای بری یا خارجی؟ ایرانی قدیمی یا جدید؟ یه جورای جدیده. من دلم تنگه واسه هم سفر ساده که باهاش بزنم. من اون رفیق بودیم ولی اون دشمن دوست داشت. ایرانی میگه جدید. خیلی معروفه تو این حسا. میتونی برداشت بره. ایرانی بخوای بری یا خارجی؟ ایرانی جدید یا قدیم؟ خیلی معروف.
پیرسن بچه رفته همون بورک تو یوتیوب خونده آقا حساب بده نه ما دیگه میتونی بگی ما دوتا یه امتیاز داخل این قسمت داریم خیلی یه زمان خیلی ممنون یه بار دیگه نتونستیم بگیم سوستانی این داره این کار میکنه خب گیسنانه تو خوندم من به شخص گوش نکردم بریم برای قسمت بعدی بر قسمت آخر قراره ما یک کلمه رو توضیحش بدیم بدون اینکه اون کلمه رو بگیم مثلا پراید میگیم ماشینه بگیم که چه جوریه مثلا این چیه ولی بدون اینکه حالا خود اون کلمه شو بگیم اول از همه دوره هر کی تک میاره 3 2 1 I'm the best man من میدونم داخل ادیس اونجا دیگه افکت آروم میذارم من میخوام برای کلمه یوتیوبره یوتیوبر ایرانی معروف فالووراش بالایه ایرانی ریاکت میذاره بچه درستش داد محمد من امتیاز این قسمت رو دریافت میکنم الان شما باید سنگ چیه یه جوری بگیرید من کار یه چیز متوسط محمد باید سخت بگیرید آسون بود باید متوسط بگیم من بس سخت این ماشین ایرانی خارجی از سال 70 به بعد تولید شده کنه با موتور اولش که اومد این نسخه خیلی قدیمی داشت که اصلا خیلی آپشن نداشت بعد یه نسخه خیلی کم آپشن اومد بعدش یه نسخه اومد آپشناش بیشتر بود از سال 87 بعد یه نسخه کامل ایرانیزه اومد با موتور T5 موتوره؟ نه انجین خود ماشین باز؟ نه اصلا اول فرانسه بوده بعد شده ایرانی از سال 87 هم حالا نوبت منه یه بازیکن از بازیکن بعد اینکه اون کسایی که میشناسی رو بگیم اون کسایی که نمیشناسی آقا این رو بگم آریان امتیاز این قسمت رو گرفت بازیکن میخوای بگی خب یه اون بازیکنایی که میشناسی رو بگیم یا اون کسایی که میشناسی بگیم یه کسی نه یعنی سخت بگیم که بازیکنایی که نشناسی رو بشناسی بین دو تاشون یعنی هم نشناسی هم بشناسی آره بین بین سخت آره آقا ویس اینو تامنیلش میکنم آریا جوش زد آقا الان ویوور الان چیکار کنم آقا این نه این کسی میفهمه خیلی راحت میفهمه اصلا بگم شما چی بود؟ دروازه‌بان میتونم بگم سخت ایرانی بچه اگه اینجا مثلا حرف بزنیم صدا اکو میشه چون کاملا خالی مثلا میتونم بگم هی یو آقا بگیم دفاع ببین آقا دفاع میلان بوده خیلی هم سخت دفاعش خیلی قوی بوده بازیکن ایتالیایی هم کشور یعنی داخل ایتالیا تیمش هم بود دیگه تیمش میلانه الان الان با موش بلنده آره ساکت نمیدی چشاش آبیه چشاش رنگی آره رنگی دفاعش از سرخ راموس کی بوده؟ وایسا کی؟ دفاعش از سرخ راموس بهتره قدیمی هم بابا پال مالدی ماشاءالله من جدید داشتم گفتم از سرخ راموس خیلی نه من فکر کردم جدید رو داره میگی اصلا گیت شدم بعد چشاش رنگی مالدی الان همون امتیاز این قسمت رو گرفتیم و قسمت آخر رو خب بچه مرسی که این ویدیو رو تا اینجا کار دیدید همتون گرم اگر دوست دارید با این اکیپ بیشتر ویدیو بگیریم و ویدیو دیگه هم داشته باشیم حتما این ویدیو رو لایک کنید داخل کامنت ها بگید و چنل رو ساب کنید تا ویدیوهای بعدی فعلا